بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، برادر سؤال نمودن در بابت تفسیر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جزاكم الله خيرا. در آیت الله تبارک و تعالی فرمودن و قال، گفتن پروردگار شما، ادعونی استجب لکم، دعا کنید من اجابت میکنم. و به تحقیق و به درستی که ان الذین استکبرون، به تحقیق و به درستی که کسانی که استکبار میکنن، تکبر میکنن از عبادت من، سیدخلون جهنم داخرین، بزودی اونها وارد جهنم میشوند. در حالت داخرین ای صاغرین، در حالت ذلیلی و خواری. در شأن نزول این آیت علما مختلف قولها را بیان کردند. یکی از اونها این است که میگه وقتی که این آیت نازل شد که هر دعا کنید دعا شما را اجابت میکنم، قومی گفتن به طرف رسول صلی الله علیه وسلم که در کدام وقت دعا کنیم، چون که در تفسیر قرطبی می آید فرمودن که در کدام وقت دعا کنیم، در کدام ساعت. آیت سوره بقره نازل شد که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. زمانی که سؤال میکنن بندگان من از من، بگو من به اونها قریبم. در مورد همین قریب و امثال دیگر آیاتی که هست، مثل در سوره قاف صفحه دوم که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من نزدیکتر هستم به بندگانم از شالک گردن اونها. در مورد همین مختصر برای شما بگم که اینها همشان به این معنا هستند که الله سبحانه و تعالی با علم، با نصرت، با کمک به شما نزدیک است. همچنان که ابن کثیر رحمه الله و امثال دیگر از مفسرین، ابن جریر طبری رحمه الله و امثال دیگر از علمای سلف و بزرگان این تفسیر کردن که آیت حمل می شود به همین، به خاطری که پشتی همین چنین آیت هایی که می آید صفات الله تبارک و تعالی هستند. همچنین آیت هایی که می آید پشت همین آیت هایی که بعدی هاشان صفت سمع و بصر و علیم و از همین چنین قبیل صفت ها می آید. پس الله با صفتش، با علمش چیز با شما نزدیک است. مثل که دیگه آیتی داریم که آیت قرآن که الله با همراه متقین است. ان الله مع المتقین، ان الله مع المحسنین، ان الله قریب من المحسنین. الله برای متقین است، قریب محسنین است. امثال یعنی با نصرت، با تاییدش، با کمکش. به خاطری که ما در 7 جای آیت قرآن داریم و همچنین حدیث رسول صلی الله علیه وسلم است که الله بر عرش است. و این که الله نزدیک است با شما، این با علم، با نصرت، با تایید و با قبول کردن دعای شما با شما چیز نزدیک است. خب گفتیم که این آیت نازل شد، قوم گفتن که در کدام ساعت دعا کنیم. این آیت نازل شد که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. ببین اجابت میکنم، دعا را اجابت میکنم زمانی که ما را بخوانند. پس دعا یا بفهمیم که دعا مقید به وقت و زمان و ساعت نیست که شخص مرتکب گناه بشود و بگه که من فلان روز منتظر هستم که تو روز دعا بکنم. ما این طور نداریم. هر وقت دعا کردی دروازه دعا باز است، الله تبارک و تعالی میپذیرد. اما ما داریم اوقات و وقتهایی را داریم که در اون وقت دعا کردن
در اجابتش نزدیکتر است و سریعتر است و فضیلت دارد. مثل که دعا کردن در شب لیلة القدر، در رمضان، یا که در روز جمعه بعد از همچون بعضی علما میگن بعد از نماز عصر لحظه ای است که دعا اجابت می شود. ولی این معنا را ندارد که شخص منتظر همون روز باشد بعد دعا بکند. بعضی از برادران اینطور میفهمند، بعضی از دوستا همینطور مرتکب گناه میشوند بعد همین روز هم منتظر هستند. اون روز هم منتظر باش، در اون روز هم دعا بکن، اما مقید به اون روز نیست که فقط در همون روز دعای تو اجابت می شود. اون روز افضل است، اما دعا کردن در هر وقت که دعا میکنی الله اجابت میکند. و در مورد فضیلت این حتی بعضی از سلف، خالد بن ربیعی میگه که از سلف است که میگه من در این آیت من تعجب میکنم، سبحان الله، که در این آیت الله تبارک و تعالی بدون شرط امر میکند بندگانش را که شما دعا بکنید و بازم وعده میدهد که من اجابت میکنم. سبحان الله. اما در دیگر آیت الله تبارک و تعالی میگه که وبشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بشارت بده کسانی که ایمان و عمل صالح انجام دادن به جنت بشارتشون بده. پس ببینیم اینجا مقید به ایمان و عمل صالح شد. اما در میگه که دعا بکن من اجابت میکنم. امر به دعا و وعده بر استجابت. و دوستان الله ببینیم که دعا دو قسم است. دعا دو قسم است. دعا داریم دعای مسئلت و دعای داریم دعای عبادت. چون که در حدیث داریم که الدعا هو العباده. و این خاطر در این آیت هم در بعد از این آیت میاد که ان الذين، در ادامه آیت میاد که ان الذين استكبرون عن عبادتي. شاید و بعض از دوستان همین جمله براشون مجمل شده باشد، مشکل شده باشد که در اول آیت گفت که شما دعا بکنید اجابت میکنید و کسانی که از عبادت من استکبار میکنن. یعنی چی ربط دارد به عبادت و دعا؟ پس یه بدونیم که دعا دو قسم است. به خاطر که رفع اشکال حدیث رسول صلی الله علیه و آله میره چیکار میکند؟ تایید میکند که رسول صلی الله علیه و آله در منبر یا خواندن الدعاء هو العباده. دعا عبادت است. پس دعا دو قسم است. دعا دو قسم است. دعای عبادت و دعای مسئلت. دعای عبادت به مانند اینکه شخص نماز میخواند، زکات میدهد و روزه میگیرد، اینها همشون دعا هستند ولی دعای عبادتی هستند. به این معنا که وقتی که شخص این چیز انجام میدهد آیا طالب ثواب هست، طلب کننده ثواب هست به این چیز؟ روزه میگیرد شخص، آیا در همین روزه گرفتنش آیا طلب کننده و خواستنی ثواب هست؟ یا که روزه میگیرد یا که نماز یا که زکات میدهد، صدقه میدهد، آیا طلب ثواب و خیر هست؟ بله. پس این دعا شد. پس این قسم عبادت است. دعای عبادتی میگن. دعای قسم دوم دعای مسئلت داریم. دعای مسئلت به این معنا که شخص از الله سوال میکنه، مسئله سوال میکنه، میخواند، مثل اللهم اغفر لی، اللهم ارحمنی، اللهم اهدینی، مرا بیاموز، مرا هدایت کن و برای من رزق بده، اللهم ارزقنی. یا که در نماز پنج وقت نماز میخوانیم سوره الحمد که اهدنا الصراط المستقیم، مرا براه و صراط المستقیم هدایت کن. اینها دعای مسئلت هستند که دعای مسئلت خواندن و خواستن. یا اینکه شخص از الله فرزند میخواند، فرزند میخواد از الله که الله برای من فرزند بده یا امثال دیگر. این دعاها چه هستند؟ اینا دعای مسئلت هستند که شخص اگر همچین دعاها را، همین دو قسم دعا را به غیر الله اگر داد، این بدان که این شخص مشرک شده است و از اسلام خارج می شود. العیاذ بالله، پناه الله. چون اینها دعای هستند که باید برای الله سبحانه و تعالی صورت بگیرند. و دعای مسئلت دوستان الله دو قسم از باز هم. همین دعای مسئلت که شخص میخواند فرزند از الله یا که دیگر چیزها را میخواند، اینها دو قسم هستند. یکی اینه که داریم که شخص قادر به اون چیز هست و بازم دعای مسئلت داریم که شخص به او قادر نیست. یکی شخص به او قادر هست، یکی
اینه که شخص به او قادر نیست. مثلا شخص اگر از یک شخص زنده او صدا زد و فریاد زد که بیا مرا در همچین کار مثل ساختمان خانه و امثال دیگر کمکی میگیرد از برادرش که بیا کار با من کمک بکن، این دعای مسئلت است. آیا اینم شرک است؟ نه، این شرک نیست. چون که دعای مسئلت دو قسم است. دعایی هست که شخص قادر به او چیز هست، او شخص زنده باشد از او درخواست کردیم خواستیم، این شرک نمیشود. و دعایی داریم که شخص به او قادر نیست، مثل این که برای من فرزند بده، برای من رزق بده، برای من فلان فلان چیزها را بده، که در حالی که برای من شفا بده، در حالی که او شخص به این چیز قادر نیست، نه به فرزند دادن نه به شفا دادن و این قادر نیست. اینها دعاهای همون مسئلتی هستند که خاص برای الله تبارک و تعالی است، زیرا الله برای قادر است. پس اینها باید برای الله صورت بگیرد، از الله باید اینها درخواست بشوند. و الا اگر از غیر الله درخواست شدن، پس این بدون که این شرکی به الله سبحانه و تعالی است. خلاصه اینکه دعا بر دو قسم است. دعای عبادت که مثل نماز خواندن، روزه گرفتن، که به این شخص طلبی چی میکنه؟ به این طلبی ثواب میکنه. یکی دعای داریم دعای مسئلت. دعای مسئلت هم باز به دو قسم است. یکی شخص قادر به اون چیز هست، یکی شخص به اون قادر نیست. اونی که قادر به اون چیز هست، مثل که کمک کردن در کارهای خانوادگی و امثال دیگر، او شخص زنده است میگه بیا به من کمک بکن، اینها شرک نیستن، هیچ باکی ندارن، چون به این چیز قادر است. یکی دعای مسئله باز دویم قسمش است که قادر به اون چیز نیست، مثل شفا خواستن، فرزند خواستن و رزق خواستن امثال دیگر، اینها خاص برای الله سبحانه و تعالی است و الله برای قادر است. از غیر الله اگر صورت گرفت، شرکی به الله تبارک و تعالی می شود. و الله تبارک و تعالی فرمودند و قال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار شما فرمودند که مرا بخوانید اجابت شما را میکنم. ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. به تحقیق و به درستی اون کسانی که استکبار میکنن از دعای من، از عبادت من، عبادت من یعنی از دعا، سيدخلون جهنم داخرين، نتیجه استکبار این است که شخص وارد جهنم می شود در حالت ذلیلی و خواری. تکبر به دو طریق می شود که ذره اگر تکبر داشته باشد در وجودش، یا بدون که این شخص از اهل جهنم است، العیاذ بالله. الله مستکبرین متکبرین دوست نمی‌دارد. ان الله لا يحب المستكبرين، الله متکبرین و مستکبرین تکبر کننده را دوست نمی‌دارد. تکبر به چه قسم است؟ تکبر به دو قسم می شود. تکبر یا نپذیرفتن حق که براش حق میرسد، گفته الله و رسول نمیپذیرد، جدل بازی میکند، نپذیرفتن حقی خود یک تکبر است، یک قسم تکبر. دوم قسم تکبر حقیر دانستن مسلمان، حقیر دانستن یک نفر دیگر، پس شماریدن یک نفر دیگر که در کنار میشیند، بسیار به نظر وقتی که به اون میگی بسیار به نظر حقارت، پس این چی کسی است؟ این تکبر است. این دو قسم تکبر، این مذمت است، بنا نتیجه چی است؟ ورود به جهنم است. لذا الله تبارک و تعالی این خیلی آیت عظیم است که باید ما الله بخوانیم در دعای مسئلتم، در دعای عبادتم الله را صدا بزنیم و دعا نکردن، از الله نخواستن، این یکی از نشانه های متکبرین و مستکبرین است. لذا دعا کنیم، بخوانیم، فریاد بزنیم. مگر ما بندگان نیازمند نیستیم؟ مگر ما احتیاج و نیازی به کمک و نصرت الله تبارک و تعالی نداریم؟
حتی در حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میاد که حتی شما یک بند کفشی که اونا میبندید از الله کمک بخوانید. سبحان الله، چی برسد به دیگر کارو. این پیام، این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم میرسد که شخص باید دعا کند، بخواند، فریاد بزند. خب شبهه بعضی ها که میگن که ما دعا میکنیم دعای ما قبول نمیشود، دعای ما قبول نمیشود، ما چیکار کنیم؟ ما خیلی دعا کردیم، 5 سال دعا میکنیم. این بیچاره از حدیث رسول صلی الله علیه و سلم خبر ندارد، یا با خبرش بدهیم که در حدیث میآید که محدثین بر روایت‌های مختلف روایت میکنند که در حدیث میاد رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما من مسلم یدعو بدعوة لیس فیها اثم ولا قطیعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث. هیچ مسلمانی نیست که دعا میکند و در او دعاش گناه نباشد، گناه نخواند و قطع صله رحمی در او دعاش نباشد که من دعا بکنم از الله که من با فلانی صحبت نمیکنم، یا که امثال دیگر که قطع صله رحمی باشد. این دو چیز اگر نکند چی هست نتیجهش؟ الله تبارک و تعالی به یکی از این 3 چیز او را نصیب میکند. این در دعا 3 چیز است. یا اینکه الله تبارک و تعالی ان یعجل له دعوته، الله تبارک و تعالی زود دعای او را اجابت میکند، اونچه که میخواند، اونچه که درخواست کرده است او را زود الله میدهد. یا و اما ان یدخر له، یا اینکه الله تبارک و تعالی برای او همین دعاش ذخیره میکند برای روز قیامت. چه؟ و اما ان یکف عنه من السوء بمثلها، یا اینکه الله تبارک و تعالی با مثل همین دعاش این از یک بدی، الله تعالی بدی را از این دور میکند. سبحان الله. در دیگر روایت ها میاد که اگر در دعاش استعجال، عجله نباشد، الله تبارک و تعالی دعاش قبول میکند. گناه نباشد و قطع صله رحمی نباشد و عجله نکند، الله تبارک و تعالی دعاش قبول میکند. و اصحاب فرمودند که مل استعجال، عجله چی است؟ فرمود که شخص دعا میکند و میگه که دعای من قبول نمیشود، من دعا کردم دعای من قبول نمیشود، این میگه عجله. یکی الله دعای من را قبول بکنه عجله میکند، بلکه شخص عجله نکند. زیرا که میگه که من دعا کردم، همه عجله میگن که من دعا کردم دعای من قبول نشد، این میگن عجله. پس ناامید میشود و از دعا خودش رو باز میدارد. لذا انسان نباید از دعا در دعاش عجله بکنه که چرا دعای من قبول نشد، بلکه دعا کنه. در دعا 3 فایده است، یا که الله تبارک و تعالی زود او را برای تو اجابت میکنه، یا که ذخیره‌اش میکنه برای آخرت برای تو، یا اینکه الله تبارک و تعالی یک بدی را از دور میکند. وقتی که این اصحاب فرمودند که ما بیشتر دعا میکنیم، از این بعد بیشتر دعا میکنیم. رسول الله فرمودند که بیشتر برای الله است، لله اکثر. لذا این فواید دعا و دعا کردن و خواستن از الله تبارک و تعالی است. و ان شاء الله که باز در روش دعا، طریقه دعا چگونه است و ان شاء الله اینها بیان میشود. و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.